این زن با 5 دخترش همین مقدار پیاز و کартошка ذخیره دارد. میگوید این محصولات تا یک هفته دیگر تمام می شود و نمیداند آنها را چه انتظار است. 2 سال پیش با کمک خیرخواهان میان این کوه منزل بنیاد میکند که ناتمام است. امی خونه ما بسیار شایورده می امی موجود رسیش دیگه اردام کدگیان. باید تا دارم و تا مزهش نیست نمیتونه کار کنه باید او کار میکنه. و تا می اردام کدگیان. باید نپول علمین دخترم میگیرم یا 120 سوم اومده هیچ نمیرسونه. وای میکنه. و تا هم باید چرا گیریا میکنه میگم من دیگه نمیتونم اردام کده. وقتی میگه یک جوی میوی برا کار که زندگی تبا زندگی نمیخواه از بینه صدبرگ فرزندانش را تنها بزرگ میکند. میگوید از ترس آن که به دختران نابالغش آسیبی نرسد حالا نمیتواند آنها را تنها گذاشته جای رفته کار کند. از سوی دیگر کار پیدا کردن برای این زن تحصیل نکرده هم آسان نیست. او میگوید اسمش رسما در رویخط کمبزاعتان است ولی نه همیشه از کمک‌های پیش بینی شده برخوردار میشود. بعد وقتی ما میرم پرایوت که میکنم میگه ای با خورفتگی دیگه پیش مرا پول نمیتونم نمیدم دیگه ما نگرفتم مثل صدبرگ در تاجیکستان صدها هزار خانواده از ناداری و کمبزاعتی اذیت میکشند و گاهی نگرانی ها از ناکافی بودن کمک پولی ها یا نبود شفافیت در تقسیم کمک ها صدا میدهد. مقامات میگویند آنها همیشه در فکر چنین خانواده ها هستند. در یک سال 825 سومانی برای یک عائله پیش بینی شدگی است و مخصوصا باز برای عائله هایی که 2 و یا زیاده کودکی معیوب مخصوصا دارند برای آنها باز برای کودکانشان علاوه 2 نشان دهنده دیگر علاوه پرداخت می‌گردند. با قول او کمبزاعتان حق استفاده رایگان از خدمترسانی‌های طبی را دارند ولی برخی کارشناسان چنین کمک و امتیازها را ناکافی دانسته میگویند سطح فقر و ناداری در تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی کاهش یافته است. لیکن ریسک این واقعیت در آن است که یعنی این مهاجران می توانند زود کار خود را منبع درآمد خود را از دست دهند یا که رفته نتوانند یا که مثلا روسیه که آنها اخراج شوند از اونجا یعنی که از منبع‌هایی که داخلی نیست. بنابراین تاجیکستان یعنی باید چنین سیاست را پیش گیرد که پیش از همه خانواده ها توانند در داخل کشور منبع درآمد استوار خود را داشته باشند که از مهاجرت سخت وابسته نباشند. بنا به گزارش شاخص جهانی فقر که سال گذشته نشر شده است 8.7% اهالی تاجیکستان با کمبودی دائمی غذا روبرو است. طبق این رده‌بندی تاجیکستان در بین 127 کشور در زینه 65 بین نیکاراگوآ و غانا جایگیر شده است. در وزارت تندرستی گفتند در تاجیکستان حالا تقریبا افراد فقیر وجود ندارد بلکه خانواده‌های کمبزاعت است که هر سال آمارش کاهش می‌یابد. با اطلاع رسمی سطح کمبزاعتی در تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی از 83% تا 20% کاهش یافته است ولی شک و شبهه‌ها به درستی چنین آمار همیشه وجود دارد.